سلام بچه ها، من دبیر زیست شناسی هستم و امروز میخوایم گفتار اول از فصل سوم زیست 12 یعنی انتقال اطلاعات در نسل‌ها رو با هم دیگه بخونیم. این گفتار پایه و اساس تمام ژنتیکه و اگه خوب یاد بگیرین و به من خوب توجه کنین حل تست های ژنتیک براتون خیلی آسان تر میشه. به نظرتون چرا ژنتیک خیلی مهمه؟ اصلا معنی ژنتیک چیه؟ ژنتیک یعنی بررسی اینکه صفات چطور از پدر و مادر به فرزندان منتقل میشن. خب هممون اینو تو زندگیمون دیدیم که رنگ چشم و قد و خونی اینا همش نتیجه انتقال صفات. ولی سوال اصلی این که تو ذهنمون ایجاد میشه اینه: این صفات چه الگویی رو دنبال میکنن؟ تو این قسمته که داستان منده